رئیس شورای عالی با مراجعت به وکیلان مردمی، مهمانان و قماندان‌های صحرایی دسته‌های مقابل از عاقبت‌های فاجعه‌بار درگیری‌ها، تلف دادن خویش و تبار، فرزندان و پدر و مادران به خون کشیدن ملت تاجیک و صحیفه‌های ننگین تاریخ را بار دیگر پیش رو آورده، همه را به همدیگر فهمی و بر روی همدیگر باز نمودن آغوش برادری دعوت نمود. و بسیار آرزو داشتم که در زیر این پرچم امروز همه مایان یک شده و گذشته صلوات کنیم، دستی یکدیگر را فشرده باز مایل کنید که ملت تاجیک هست، دولت تاجیک هست و میماند بار دیگر اثبات میکند در تمام دنیا که آنها ننگ و ناموس تاجیک را دارند و مادر همه آنها وطن تاجیکان است.